سلام دوستان، وقتتون بخیر. اومدیم با یه بازی آنلاین دیگه. امیدوارم که بازی قشنگی از آب در بیاد و شما لذتشو ببرید. با حمایت دادون ما رو دل گرم کنین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خب بریم ببینیم که این سری چه آشی برامون پختن. خب بازی شروع میشه. خب آجی تو حرکت اول کارشو بسازم که خب نمیشه و ناموفق. آجی اولین حمله از اون چه توپ رو با یه قشنگه پاسم بی دقت بود. اگه اینترنت اذیت نکنه خیلی خوبه. خب حاجی چه قشنگ بازی کنم اونجا گذاشت. خب چه اگه این شروع مورد سری برن کار در میاد. ببین از گوشه برو رودریگو سرعتش هم خوبه. حالا یه پاس اینجوری برو یه ضربه. اوه حاجی خطا نبود. حاجی این تهتم که همین جور داره لگ میشه. سری پاس کاری میکنه. میخواد نتونم من توپو درست در بیارم ازش. 20 دقیقه گذشته بازی که فعلا پایا پای بوده. موقعیت جدی نداشتیم ولی از اون طرف که حریف یه ذره احساس کنه داره ما رو محک میزنه. الان حالا اینجوری یه موقع اینو بزنیم کار در میده. وای حاجی چیو نزدیم. وای وای حاجی دیگه این ته بد شانسیه که اینجوری توپت بخوره تو تیرو. حالا از این طرف حاجی نخوریم اینو. شانسمون گفت اینجا حاجی شانسمون گفت. یه ذره حالا برو. حال نه ماشاءالله. حال آخه تو چرا بیای اینقدر نزدیک من؟ خب برو پایین. تو پلک از دست رفت. حاجی یه ذره حریف پر اشتباه عمل کرده ولی خب ما هم نتونستیم استفاده کنیم و این بده. سریع شروع کن کورتو. این یه ذره اول نرسید. حالا یه موقع پاسو بده. حالا شوت میخواد از طریق ببین میدونه نمیتونه جلو بیاد. میخواد از طریق شوتای پشت محوطه یا شوتای بلند یه جورایی شانس خوش رو امتحان کنه ولی خب ما از اون طرف هم غافلگیر نشدیم دیگه. یه پاس برو سلام. ببین یه پاس بالا برسه کار تمومه. ای وای ای وای چه اشتباهی کرد. خوبه ما از اشتباهات نهایت استفاده رو میتونیم ببریم. ای وای چه اشتباهی من کردم. زاویه رو درست تنظیم نکرده بودم. حاجی دارم هنوز حسرت اون تیرکه رو میخورم و چی شد اون گل نشد. همین موقعیت ها که دیگه بازی رو در میاره دیگه. وای حاجی چی خوردیم. دیدی بهتون گفتم دقیقا برنامهش همینه. برنامه دیگه ای نداره. دقیقا پاسو بده. میدونه که نمیتونه جلو بیاد. دفاع من جمع میکنه. قشنگ میخواد. حاجی خدایش چه شوتی هم زد. بیچه جبرانش کرد. خب اوایل نیمه اول که نیمه دوم که ما یه غافلگیری بدی داشتیم و اینجا هم که یه اشتباه و دوباره شد. این بال جا پاش نگرفت. یه بال بد پر کردم. وای اشکالی نداره. خب فعلا که حاجی داریم بد دفاع میکنیم. بعد تیمو جمع کنیم و بله طبق معمول. وای شانس هم گفت. بله خب حقم داری اینجوری واکنش نشون بدی دیگه. وقتی که من خودم به تو چنین اجازه میدم که اینجوری حمله کنی. اگه همون موقع تیر گل شده بود الان برای ما اینجوری استیکر نمیفرستاد. یه پاس برو هالند. یه پاس دیگه ببین باتیستوتا. وای خیلی بد پر کردم. ولی تو شروع مجدد خیلی ضعیف نشون داده. حالا اگر
دقت کرده باشین. وای چه پاس خوبی نرسه. ماشاءالله کورتو. 71 دقیقه تعویض کنیم. لیاو رو میارم جای رودری، برمه رو میارم جای آلابا و دومفریز. ویسینیس جونیور. بذار جفتش رو تعویض کنم. اگر میخواستن کاری کنن توی 70 دقیقه کرده بودن. یه پاس عالی. برو حاجی. نه نرسید حاجی. موقعیتی هم نداشتیم و دقت کردین. واقعا تیم خوب کار کرد حاجی. چه پاس هالند. برو مساویت زدیم. وای. بله این ریاکشن هم باید نشون بدی که وقتی که اینجور دوتا موقعیت هالند اینجوری خراب میکنه. دقیقه 81. وای امباپه. وای همین یه شوت کارا تموم کرد. بازی در رو بود. وای خدا. یه ذره اگه بشه اینجوری جمعش کرد که نشد و تموم حاجی. باختیم. اشکالی نداره حاجی. نخوریم دومی رو. بذار یه دیسلایک بهش بدم خالی نره. تموم بازی رو باختیم. یه دیسلایک دیگه من اینجا بهش بدم. یه کار خونریزی هم داشته باشیم. آمار چی میگه حاجی؟ آمار دقیقاً به نفع اونه از هر جهتی که حسابشو بکنی. برای 2 تا موقع تک به تک ما خراب کردیم. میتونستیم بازی 2-1 جمعش کنیم. امیدوارم که از در این بازی لذت برده باشین. تا بازی بعدی فعلا.